ببین یه مسئله که کاملا روشن بود، من هیچ وقتی تو این چند سال ندیدم میرزایی اصلا یک کلمه از خودش که خب معلومه صبح تو تعریف میکرد که جهان اینو و فلان و منم اینو و اینا، ولی یک بار من ندیدم، یک بار یادم نمیاد راجب ورزش رزمی هیچ وقت هیچ ادعایی هم نداشتش، اصلا نگفت هیچ وقت نمیگه استادش که یه چیزایی گفته بود که مثلا ما لیانگفو اینا، بعدش هم که لیانگفو کلا مشخص بود که کی بود اینا. به من میگفتش که وقتی که ما ارتشی‌ها رو چیز کردن، گفتن کجا میخواد دوره ببینید، یکی رفت استرالیا، یکی رفت آمریکا، یکی رفت کجا، یکی رفت، من بودم چین و در تایوان دوره‌های نظامی اونجا دیده بود، 3 ماه هم بود این دوره و در اونجا کنگفو رو از راه دور دیده بود، یعنی یک تصاویری گرفته بود که بعدم با کمک سری مجلات که براش هر هفته از کشورهای دیگه می آمد اینو زیادش کرد. من تو خونش دیده بودم، یکی از مجله بلک بیلت بود که هر هفته براش می اومد، هر ماه می اومد. و ببینید آخه من نمیدونم موضوع میپره این ور اون ور، ولی خب بگذاریم. ببینید یه جوان 26 ساله میاد یوهوی میگه من سلطان کنگفوی جهانم، 26 سالگی. ببینید اگه شما با تاریخ با یه اعداد سر کار دارید، برید برگردید ببینید که شروع شده این مسئله. هیچ ریشه، هیچ چیزی از این که استادت کی بوده، از کجا در اومده، برای همینه که فوش خال مادر به تمام ورزشکاری رسمی میداد. میدونید چرا؟ علتش هم اینه که با بوی باشگاه بزرگ نشده بود، از کمربند زرد به آبی، از آبی به قرمز، از چیچینا رشد نکرده بود، مثل ماها از اولش عرق نریخته بود. این یوهویی پریده میپره وسط میگه من سلطان کنگفو. خب که مملکت بی‌در و پیکر هیچ کم کنترل نمیتونسته بکنه، یوهو هم چیزی. وگرنه شما اینو ببینید هیچ ریشه ای نیست. مثلا بگن آقای جلیزاده، آقای چیچی یا آقای کجا، میگن اینا در اینجا بودن، با این استاد کار کردن، با این استاد کردن. هر کسی تاریخچه‌ای داره، ولی ما تاریخچه‌ای از ابراهیم میرزایی نداریم. یوهوی اومد وسط دید مثلا اینجا یه منطقه خالی، جودو که داریم، تکواندو که داریم، کاراته هم که داریم، ساواته هم که داریم، اونم که داریم، کنگفو نداریم و کنگفو هم که این دوره مود و بروسلی و این حرفا. این مسئله من میخوام بذارم برای صحبت جای دیگه. ادامه میدیم که ما بعدش چی شد. اومدیم بعد از این فیلم خب نشد، همه زدیم بیرون که بریم بیرون در خارج کشور فعالیت. اومدیم به ترکیه. خب در ترکیه دوباره از اول از همون سر صبح تا شب قرقر و اینا که آره جهان اینطور و جهان اونطور. ببین این حرفایی که شما میزد در مورد همین بیمارستان هم صدق میکرد. اون روزی که همه جمع شده بودن، یک موش بدبخت بیچاره فلج این ور اون ور اومدن ببینن چیه، اینجا چه خبره. خب این بیچاره اومده ببینه من چجوری مراجعه میشدم، داره براش از چیز. یک لحظه میبخشید احمد جان، یه مسئله پیش اومد قطعش کردم. شما ادامه صحبت رو بفرمایید راجع به همین جریان بیمارستان رو تمامش کن. میدونید مسئله این بودش که من حالا میگم برنامه‌ای که تو سر ابراهیم میرزایی بود کاملا مشخص بود، یعنی میپرید این برنامه، ولی هدف نهاییش کف قلبش بود و میدونست چی میخواد، ولی ماها نمیدونستیم. یعنی وقتی که و در این باره از همه هم استفاده میکرد، از همه، تا اونجایی که هر کسی هر شخصیتی داشت میتونه طبق اون شخصیتش از اون سود ببره برای برنامه‌ای که میخواست اجرا بکنه. 100%. ببین اون روزی هم که مثلا تمام این مردم بدبختی که فلج بودن اومده بودن اینا که جمع بشید، حتی که زیاد شدن که صداش بپیچه و اینا، بعد من مثلا براشون صحبت بکنم شما یه مش آدم بدبخت اومدن رو زمین، اون یکی اونطور، اون که جهانی که ما در اون زندگی میکنیم و فلان و بسار و ابعاد چی و در آینده بیماری های بسیار زیاد، میاره چی کار کنه با این حرف؟ این فقط تبلیغ بود. حالا بریم سراغ یک مسئله خیلی عمیق که از اینجا به بعد صحبت من شروع میشه که آیا واقعاً اگر موقعیت هایی بود فردی به نام ابراهیم میرزایی می آمد و کارهای انجام میداد،
ببینید یه داروخانه صداقتی بود در خیابان دولت که ایشون هم مال بچه اون منطقه بود. صحبت از منطقه، صحبت از بیماری‌های ناعلاج فلان بسار، ما هم همه جا تبلیغات پخش کرده بودیم و یه دفعه رفتیم این داروخانه و صداقت. فکر کنم اینا از شاید اون زمان از همین جهودهای ایران بودن و در این صحبت با آقای صداقت و اینا، خب اون پزشک بود و داروخانه داشت و تشکیلات اینا، یه نمیم چی شد که آقای میرزایی باید میرفت جایی و بعد این آقای صداقت به من گفت آقای صداقت یه چیزی من به شما میگم، من تو روی ایشونم خواهم گفت، اگر ایشون قادر به چنین کاری باشه، من شخصا هواپیمای خصوصی توی کویر ایران میشونم، ایشون هر جای دنیا که بخواد میبرمش. ببین این حرفو که دارم میزنم شما میتونید کنارش بیاد، دانشکدهشو بزنه، بیمارستانشو بزنه. میدونی این ادعا یعنی چی؟ خب یه آدم پزشکی بود میگفت جهان منتظر همچین پدیده‌ایه، اگه کسی بتونه این کارو بکنه همه جای دنیا میخوانه، اصلا ما میبریمش بیرون. و این حرفم به ایشون زد. ولی ایشون هدف ما چیز دیگه، برنامه دیگه. ما آنتنمون هی بالاتر میرفت که چیکار میخوایم بکنیم. خب بعدا به من میگفت که جهان داره تموم میشه، فلان میشه، بسار میشه، دیگه اصلا هیچ ارزشی نداره. خب آقا من یه دفعه گفتم آقا ما که میخوام بریم الان خارج از کشور، من که زبان انگلیسی بلد نیستم، میخوام برم سر کلاس ها، به خاطر اینکه نکنه من از این بردگی بیرون بیام برم کاری بکنم. میگه چی گفت؟ گفت که من به شما دارم میگم جهان تموم میشه و همه فارسی صحبت میکنن. ولی مصطفی اینجا یه چیز دردناکیه که شخصیت ما ایرانی هست و اینو من میخوام به تمام ایرانیان آموزش بدم. بگید، بپرسید. اون زمان ایشون میرفت هر هفته شهریه بچه دختر خودشون میداد که بره کلاس زبان فرانسوی، چون قراره بره پاریس پیش عمه زندگی کنه یا خاله زندگی کنه. چرا من نادان نمیگم چطور این جهان برای دختر شما تموم نمیشه، برای من تموم میشه، برای ما تموم میشه؟ بابا منی که دارم تضاد رو میبینم، من که دارم میبینم به من اینو میگه، به اون یه چیز دیگه میگه، به شاگردای بدبخت من که بیل و کلنگ میزنن میگه اینطور اون تا ما جهان چی 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 چی. ولی چرا این برای خانواده خودش تموم نمیشه؟ و این سوالاتی که متاسفانه آدم بعدها دردش میگیره که ما به خاطر این کلمه احترام چه اشتباهاتی کردیم. این احترام نباید به بردگی کشیده بشه. ما برده بودیم، برگشتیم و اومدیم انجام